سلام بچه، ما امروز آموزش شمشیر میوه رعد و برق یا NL این شمشیر آموزششو الان میریم توضیح. این شمشیر خیلی خوب و لژندریه. اول شما شما دیگه لازم نیست مثلا داخل اون سیزن مثلا تا نویل دو مثلا نویل تا 2 هم نمیخوای ببری، فقط باید این شمشیر رو داشته باشید داخل دریای اول. خب اینو باید داشته باشید. خب تو دریای دوم دریای سوم هم میشه گرفتش. ما میریم دقیقا این پیش جایی که کشتی هست، میریم تو دریا میگردیم، یه چیزی مثل هوا طوفان اینا میشه. الان بتونیم با تو دریا اینا بگردیم. خب هاکیتونم با حتما خاموش باشه. خب میریم خب یه کشتی میگیریم حالا یا هر کشتی باشه. خب بگیم این سوار کشتی میشه با تو دریا بگیم، مثلا یه هوا شب میشه یه جوری مثل طوفانی اینا میشه. نگاه مثل بارون مانند میشه، بارون و رعد و برق اگر بهتون بخوره این شمشیر لژندری خفن رو بهتون میده. حالا من خودم 350 باز میکنم که من زیاد ازش استفاده نمی کنم. حالا میگردیم. خب من تا اینجا ویدیو رو استوب میکنم. خب بچه نگاه اینجوری هوا اینجوری مثلا بارونی میشه، هاکیتون هم با حتما خاموش باشه. نگاه کنید مثلا اینجور بارونی تاریکی، نگاه با رعد برق میخوری بهتون یه چیزی انگلیسی بالا دانش شرکت نیست، مثلا دیگه شمشیرو بهت داده. اگر بار اول نخور بار دوم میخوره، چون من بار دوم خورد. حالا میریم بیرون. حالا دیگه این شمشیر رو فقط بهتون میده شمشیر خیلیه و شمشیر بالی هست خیلی به درد مثلا نوله و کامبوزنانه خیلی خوب جمع بگیریم. الان من میخوام به عشق شما یه فروتی هم بزنم ببینید چی میگه. متاسفانه این ویدیو اسمشه و ممنونم که لایک و ساب بکنید و زنگ فالو و لایک یادتونه.